آیت الله العظمی مکارم چینی. 2 سال قبل بود که دولت جنایتکار چین با حمله به منطقه ترکستان شرقی به گونه‌ای وحشیانه 10,000 زن و مرد و کودک مسلمان را قتل عام کرد، تا جایی که خیابانها مملو از اجساد متعفن شده مسلمانان بیگناه بود و صدها زن مسلمان مورد تجاوز سربازان وحشی چینی قرار گرفتند. در آن هنگام پیر و جوان همه دست به دعا بودند که الله متعال مردم مسلمان را از شر این رژیم جنایتکار نجات دهد. علما و دانشمندان اسلامی هر کدام به گونه‌ای این جنایات را محکوم نمودند. در این میان از کسانی که این جنایت را محکوم کردند آیت الله العظمی مکارم شیرازی بود که در پایگاه اینترنتی رسمی خود بیانیه‌ای منتشر نمود که در آن چنین آمده است: بینندگان عزیز و گرامی، طوری که مشاهده می‌کنید این تصویر سایت رسمی آیت الله العظمی مکارم شیرازی است، مدرسه امام امیرالمؤمنین، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، و اینم در بخش بیانیه ها آمده است و تاریخ خبر هم هست 21 ماه 4 سال 1388 خورشیدی. در این بیانیه می‌خوانیم که بسم الله الرحمن الرحیم. اخبار وحشتناکی از ایالت سینگیانگ درباره کشتار وسیع و سرکوب مردم مسلمان این منطقه منتشر شده است که موجب تأسف شدید هر مسلمان و انسان آزاده است. این منطقه که در غرب واقع شده و تقریباً 1/6 مساحت را تشکیل می‌دهد، اکثریت قاطع اهالی آن مسلمانند. تنها گروه کوچکی از نژاد هان از کمونیست‌ها در آن زندگی می‌کنند. این منطقه صنعتی و حاصلخیز اخیراً محل شدیدترین درگیری‌ها بین مسلمانان و گروه نژاد پرست هان واقع شده است. گرچه دولت این را یک نزاع قومی قلمداد می‌کند، ولی حمایت دولت از گروه مخالف و سرکوب شدید مسلمانان و تعطیلی مساجد آنها همه حکایت از این دارد که توطئه‌ای بر ضد مسلمانان منطقه در جریان است. درست است که دولت و ملت روابط دوستانه و نزدیکی در امور اقتصادی و سیاسی با ما و سایر کشورهای اسلامی دارند، ولی این دلیل بر آن نمی شود که برادران و خواهران مسلمان ما را در آن منطقه به وضع فجیعی سرکوب کنند و ما خاموش بنشینیم. ما ضمن محکوم کردن شدید این سرکوب‌ها از همه مسلمانان و تمام آزادگان جهان دعوت می‌کنیم که اعتراض شدید خود را نسبت به این حرکت غیر دوستانه اظهار دارند و یک صدا از دولت بخواهند که به این وضع خاتمه داده و مجرمان را مجازات کند. مردم از مسئولان دولت جمهوری اسلامی نیز انتظار دارند در این مورد سکوت نکنند و موضع قوی مناسبی بگیرند و برادران و خواهران مسلمان خود را تنها نگذارند. بینندگان گرامی، این متن بیانیه آیت الله العظمی مکارم شیرازی بود که طوری که مشاهده نمودید از صفحه بیانیه های سایت ایشان خدمت شما عزیزان قرائت گردید. پس از 2 سال یعنی در تاریخ 19/2 سال 1390 هجری شمسی، آیت الله العظمی مکارم شیرازی با پروفسور فانگ نینگ، مدیر مؤسسه مطالعات علوم سیاسی چین، دیدار نموده و در این دیدار چنانچه در وبسایت خود ایشان آمده است می‌فرمایند: بینندگان عزیز و گرامی، طوری که مشاهده می‌کنید اینم تصویر دیگری است از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی که این وبسایت رسمی ایشان است و در این وبسایت در بخش اخبار این خبر آمده است که الان خدمت شما عزیزان متن خبر رو قرائت می‌کنم. دولت چین در مشکلات کشورهای اسلامی چون لیبی، بحرین، یمن موضع قوی‌تری بگیرد. خب این صفحه رو باز کردیم. در این صفحه نخست توجه کنید به تاریخ این خبر که 19/2 سال 1390 هجری شمسی هست
و در بخش اخبار و دیدارها، یعنی تقریباً 2 سال بعد از قضیه مسلمانان چین. در متن این خبر می‌خوانیم که حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در دیدار با پروفسور فانگ نینگ، مدیر مؤسسه مطالعات علوم سیاسی چین که از کانون‌های مهم تصمیم‌گیری در چین میباشد اظهار داشتند. در ادامه این خبر می‌خوانیم که معظم الله در مورد روابط ایران و چین هم فرمودند تاکنون خاطره بدی از این رابطه نداریم. دقت بکنید که ایشان می‌فرمایند تا کنون خاطره بدی از این رابطه نداریم، یعنی هیچ گونه خاطره بدی ایشون از دولت چین ندارند، یعنی 2 سال قبل رو کلا فراموش کردند. کتاب‌های ما نیز هیچ مطلب منفی در مورد این رابطه و همچنین چین و چینی‌ها بیان نکردند و در حال حاضر نیز در بسیاری از موارد چین را از نزدیکترین دوستان خود می‌دانیم. یعنی در کتاب‌های شیعه مطالبی درباره مصری‌ها، یمنی‌ها، سعودی‌ها، افغانی‌ها، پاکستانی‌ها، هر ملتی وجود دارد، اما در مورد چینی‌ها چیزی وجود ندارد. حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی خاطر نشان کردند البته دوستی ایران و چین برای غربی‌ها مطلوب نیست. آنها سعی می‌کنند این دوستی را تضعیف کرده و به نوعی از آب گلالود مایی بگیرند. به همین دلیل باید خیلی مراقب باشیم که آنها در اهدافشان پیروز نشوند. ایشان تصریح کردند در چین مسلمان‌های زیادی هستند و ما نشنیدیم که مسلمان‌ها در چین در اذیت و آزار و محدودیت‌ها باشند. سبحان الله، ایشان نشنیدند که مسلمانان چین آزار و اذیت شده باشند یا محدودیتی داشته باشند، مثل که حافظه ایشان یاری نکرده و 2 سال قبل را فراموش کردند، اما ما در وسال فراموش نکرده بودیم. فیلم 2 سال قبل بیانیه ایشان را داشتیم که خدمت شما تقدیم شد. جناب حضرت آیت الله العظما حضرت علی می‌فرمایید در چین مسلمان‌های زیادی هستند و ما نشنیدیم که مسلمان‌ها در چین در اذیت و آزار و محدودیت‌هایی باشند. فراموش کرده اید خودتان 2 سال پیش بیانیه صادر فرمودید و قتل عام مسلمانان چین توسط دولت این کشور را محکوم کردید. آیا جنایات چین در حق مسلمانان را فراموش نموده اید؟ جنایت دولت مردان چین در حق مسلمانان. مصادره قرآن‌ها تحت عنوان واپسگرایی. آتش زدن بیش از 730,000 کتاب چاپی و دستنوشت در میدان‌های عمومی. نشر کتاب‌های مخالف با اسلام در بین مسلمانان. به زندان افکندن علمای مخالف با ایده‌های کمونیستی. تعطیل کردن 28,000 مسجد و تبدیل کردن بسیاری از آنها به رقاصخانه. تعطیل کردن 35,000 مدرسه اسلامی و تبدیل کردن آن به مدارس نشر افکار کمونیستی. مجبور کردن زنان مسلمان به کشف حجاب و پرداخت 6,500 دلار جریمه نقدی در صورت مخالفت. مجبور کردن زنان مسلمان باردار به سقط فرزندانشان. در سال 1991 میلادی در یکی از شهرهای چین 35,000 زن باردار بودند که تنها به 2,000 زن اجازه وضع حمل داده شد و 33,000 زن دیگر مجبور به سقط فرزندانشان شدند. بردن دختران مسلمان به زور به گردانهای نظامی و تجاوز به آنها. ممنوع کردن نماز جمعه برای جوانان زیر 20 سال. آزمایش اتمی در صحرای ترکستان شرقی که منجر به نقص عضو 20,000 نوزاد تازه به دنیا آمده شد. محرومیت نوزادان دوم خانواده‌های مسلمان از شناسنامه و تابعیت رسمی کشور چین. جناب آیت الله العظما مکارم شیرازی، آیا اینها را فراموش کرده اید یا برق کالاهای چینی ایمانتان را به یغما برده است؟
به ویژه که حضرت عالی صاحب کارخانه شکر هستید و چه بسا چشم داشت گنج قارون در ورای سنای چینیان گفتن دارید. حال اگر چند هزار مسلمان بمیرند اشکالی ندارد، زیرا خونشان ارزش گشایش نمایندگی کارخانه شکر حضرت عالی در چین را ندارد. جناب آیت الله العظمی مکارم شیرازی، آیا به راستی شما دین دارید؟ آدم دروغگو کم حافظه هم هست. آدم دروغگو کم حافظه هم هست. آدم دروغگو کم حافظه هم هست.